طایفه دوم انسان خیانتکار که او اصلا پروای خیانت خود ندارد، در اولین لحظه او خیانت میکند، خیانت به مال مردم، خیانت به آبروی مردم، خیانت به هر چیزی مردم. سیومش رجل لا یصبح و لا یمسی الا هو یخادعک عن اهلک و مالک، انسانی که همچون دوست همچون خویش و تبارت است، اما نه شب و نه روز، نه هم شب هم روز، او یا در مالت یا در اهلت در خانوادت به تو خیانت میکند. یعنی خیانتکاران یا گفتیم انسانهای فریبگری که آنها پروای خویش و تباری، پروای آدم و آدمگری ندارند، هر لحظه که برایشان فرصت شد از پی فریب مردم، از پی خیانت به مردم میباشند. سیومش پیامبر انسانهای بخیل میگویند، آنهایی که از دادن مال خود به قم بغل و به پیچارگان بخیلی میکنند، و یا اینکه دروغگویی که شرم نکرده دروغ میگوید. و پنجمش را ببینید که پیامبر میگویند شنزیر الفحش، بد زبان حقارتگو، آنهایی که چی زن هستید و چی مرد هستید، آنهایی که چی خرد هستند و چی بزرگ هستند، وقت زبانشان فقط با لعنت گفتن، با دشنام کردن، با پدر و مادر را حقارت کردن هست، بدانید که پیامبر خیلی خوش خبر دادند که شما از جمله اهل دوزخ هستید. و شنزیر الفحاش در بین مردم ما این یک به جای یک عادت پست و شرمندگی بودن فخر است. شما کامنت ها رو بخونید، شما ببینید بعضی از صداهایی که در بازار و در کوچه ها بعضی جوان ها به زبان می آورند، بعضی بلاگر ها رو ببینید، فخر بعضی ها همان بد زبانیشان هست که فقط با زبانی فحش و فحاشی، با حقارت و با دشنام حیاتشان گذشته است و آنها نمیدونم یا ایمان ندارن یا در حقیقت عقل ندارن که چی گفته ایستادن درک نمیکنن که پیامبر میگویند این شنزیر الفحاش از همان 5 طایفه است که چی میشود داخل دوزخ میشود. و کجا رسد مردها و بعض زنهای هم هستند که دهانشان بجز لعنت و بجز تحقیر و بجز حقارت چیز دیگری را استحصال نمیکند. وای بر حال مادر یا هر پدر که خود ناآگاه است، در درون خود خانه مال حرام نمیخوری، 5 وقته نماز هستی، روزه میگیری، ولیکن دهانت را اصلا و اصلا داشته نمیتوانی، زبانت را کلا آزاد کرده ای که او به کجا خواهد میرود و چی خواهد میگوید. پیامبر گفتن این 5مین طایفه هست که از اهل دوزخ میباشد.